سلام. در برنامه امروز به دنبال یکی از مهره‌های نظام می‌گردیم که دقیقاً معلوم نیست که شمارش چنده و چه آچاری بهش می‌خوره. این مهره‌ای که همه درباره‌اش صحبت می‌کنن اما اسمش رو نمیارن. مثلا طرف داره درباره هنرمندان حرف میزنه، یهو گریزی میزنه به سیاستمدار فرتوت. این فرتوت کیه؟ تمام هنرمندان محترم باید شما رو نشون بده چه جنایت‌هایی داره اونجا اتفاق میفته تا سیاستمداران فرتوت میهن تو به اشتباه نیفتن. کسانی که در کهنسالی دچار رغبت ذهنی و روحی و ایمانی میشن و دوست و دشمن رو با هم دیگه اشتباه میگیرن. حالا سیاستمدار فرتوت که تو نظام ریخته، رغبت ذهنی هم که اصلا شرط حضور توی خبرگان نظامه. پس باید دنبال یک ویژگی خاص‌تری باشیم. شاید حرفای این وزیر ارشاد احمدی نژاد ما رو به پاسخ نزدیکتر کنه. وقتی که ما اندوهگین میشیم، غمگین میشیم از بعضی از ریزش‌های انقلاب، از کسانی که در رکاب امام بودند اما امروز خاطره‌هایی رو نقل میکنند که فرسنگ‌ها فاصله داره با افکار و اندیشه‌های امام. اینجاست که دیگه بریم سراغ تیویریش تا شفاف سازی کنه و شناسنامه طرف رو بندازه گل آنتن. همسر یکی از آقایون مسئولین که چند سال قبل در مورد انتخابات جمله‌ای شگفت‌انگیز گفته بود که از پشت صحنه اشاره میکنن که بگذریم، حالا این هفته هم به صورت فوق شگفت‌انگیز جمله‌ای گفت که بازم اشاره میکنن که بگذریم. فهمیدین که کی و چی رو میگیم که؟ بابا این چه مسخره بازیه؟ این که تابلوه. خواجه حافظ شیراز هم میدونه که منظور زن رفسنجانی یا همون مادر میم هست که بعد از حکم حبس پسرش این حرفا رو زده. حکم آرزو تقلب پدر سوخته بازی همین بار بدونی سخون من بگو خانم هاشمی گفت پدر سوخته بازی بوده. حکم که پدر سوخته بازیه وقت نیست. بابا پس معلوم شد که مهره همون اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانیه که خب یه تریلی هم اسم مستعار داره. آقاسی، اکبر کوسه، اکبر کاوچیو، اکبر شاه، حاجی خاطره یا همون رفیق 50 ساله عظمایی که دیگه همه میشناسن. خب آقای هاشمی رو همه میشناسن. من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون رو از نزدیک میشناسم. شناختنش که میشناسه، اما مشکل اینه که این دوتا همیشه دو طرف علا کلنگ بودن. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، ولی مردم نباید دچار توهم بشن چیز دیگه ای فکر کنن. از تو راضی نیست از همه طلبکاری، من که از تو دل کندم آبرومو میریزی جای آبرو داری آبرومو میریزی. اون زمانهای دور که امام این دوتا 7 خط موزمار هنوز زنده بود، اختلاف این دوتا هم زیر عبای امامشون مخفی بود. اما اینکه عبا کنار بره و این اختلاف علنی بشه چیزی بود که از همون موقع هم امامشون رو نگران میکرد، چون میدونست که میزنه نظام رو آش و لاش میکنه. ولی انتقاد جدی ما با آقای هاشمی اینه که آقای هاشمی شما نصیحت و وصیت امام را آقای هاشمی گوش نکردی. ما فقط حرفم با شما اینه. یه روز آخرین بار با آقای هاشمی گفتم آقای هاشمی این رو من از خود شما شنیدم. خود آقای هاشمی من گفت حضرت امام فرمودن 2 مطلب میخوام بهتون بگم آقای هاشمی. گفت توی لحظه امام دستشون رو آوردن این شست من رو گرفتن تو دستشون. به من گفتن آقای هاشمی هیچ نگرانی ندارم جز این که بین شما و آقای خامنه‌ای اختلافی بشه نکنید.
با هاشمی گفت هاشمی یاد تو خودی رو برای من تعریف کردی. حالا امروز اگه گیرم یه اختلاف نظر بین تو و آقا هم باشه، آیا تو با حرف آقا کنی یا آقا به حرف تو، که بعد یک آدمایی پیدا نشن که با اساس دین و انقلاب و نظام مخالفن، امروز بیان بر این تنور اختلاف بتازن، نه بر اینا بتازن، بر انقلاب میتازن. حالا توی این وضعیتی که هم از بیرون نظام و هم از درون خودشون دارن به هم میتازن، حرف سیدعلی اینه که خامنه ای مساویس با ورژن جدید خمینی، یعنی اصل جنسش همونه، یه چند تا آپدیت اومده روش. دیگه هر کس که خاطره دیگه‌ای تعریف میکنه داره امامو تحریف میکنه. هر کسی هر حرفی را که خودش میپسندد به امام نسبت ندهد. اون چرا که به امام نسبت میدیم باید در منابع مربوط به امام موجود باشد، اون هم به شکل مکرر، به شکل مستمر. در داخل هم بعضی ندانسته بعضی هم دانسته تحریف میکردن، حتی زمان حیات خود امام. اینجاست که دیگه حاجی خاطره برگ آسش رو میذاره تو اینستاگرام و میگه آنهایی که امروز به خاطرات حضرت آیت الله خورده میگیرند فراموش نکنند که خاطرات ایشان از امام در مجلس خبرگان آینده انقلاب و حفظ جایگاه منبع ولایت فقیه را رقم زد. بابا یعنی داره میگه اگر این خاطرات نبود تو هم ولی فقیه نبودی، یعنی برو کنار بذار باد بیاد. برو بینیم بابا بذار باد بیاد. در مقابل روایت رفسنجانی از ولی فقیه کردن خامنه ای، جدیداً جناح سیدعلی هم یک روایت دیگه رو کرده، یا شاید ما بگیم جور کرده، که میگه داستان اصلا این نبوده. اگر به رفسنجانی بود همون موقع هم میخواست ولایت رو شورایی کنه ولی نتونسته. البته این رو هم بگیم که برای این روایت جدید هنوز کسی فیلمی رو نکرده، ولی سناریوش هنوز هست که من براتون خلاصه میکنم. داستان از این قرار بوده که اولش رفسنجانی میخواسته رهبری رو بکنه یک شورای 5 نفره که خودش هم توش باشه، ولی اینکه رأی نیاورد گلپایگانی رو کاندید کرد که اونم رأی نیاورد و بعد تازه رسید به همین خاطره‌ای که فیلمش همیشه پخش میشه. چیزی از آقای طاهری شنیدم که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، سندش منم، اگر آیون مایلن من نقل کنم و الا نقل کنم. اینجا بود که دیگه دل رفسنجانی شکست و خامنه‌ای هم که حالش رو برد. دلمو شکوندی برو حالشو ببر، با من نموندی برو حالشو ببر، تو منو فروختی برو حالشو ببر، با من نساختی برو حالشو ببر. حالا میرسیم به قسمت مسابقه برنامه. من 2 تا عکس بهتون نشون میدم که اگر تونستید یک اختلاف بین این 2 عکس پیدا کنید. خیلی هم سخته. عکس سمت راست یک عکس قدیمی و تکراری است، ولی عکس سمت چپ پوستریه که خود سیدعلی طراحیش کرده و توی سایتش گذاشته. یک پوستر، یه دنیا حرف و انبوهی از لایک های عاشقانه. طرحی گرافیکی از یک فضای آشنا روز گذشته در پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir منتشر می شود و به سرعت فضای مجازی را در می نوردد. این تصویر حسینیه ساده جماران را نشان می دهد. جایگاهی که امام خمینی می نشست، اما با یک تغییر که در نظرات کاربران در زیر عکس هم بازتاب داشته. امام فرمود اگر دنبال اشرافیگری برویم فاتحه انقلاب و اسلام رو باید خواند. ننگ بر اشرافیگری. بله، میخواد بگه اونهایی که با خاطراتشون امامو میتحریفونن همونهایی هستن که اشرافیت و لیبرالیسم رو توی این نظام نهادینه کردن. اینو میخواد بگه. یعنی بنیانگذار لیبرالیسم درون جمهوری اسلامی، یعنی آقای هاشمی که بنیانگذار چنین مفاسدی است. این که بگیم انقلاب به نام اسلام تمام شد، از اینجا به بعد باید لیبرالیسم رو بیاریم در جمهوری اسلامی نهادینه کنیم، این یکی از جرائم آقای هاشمیه. البته این پاسدار قاچاقچی نمیگه که نون این فساد رو تو بالای نظام همه دارن میخورن. هم پاسدار دزدای سپاه میخورن که مثل زالو افتادن رو شریان اقتصادی مملکت، هم خود عظما که امپراتوری رو انداخته،
هم کوسه که دیگه خودشون بهش میگن سردار اشرافیت. حاج آقا که در میان استقبال با شکوه عموم دانشجویان وارد دانشگاه امیرکبیر شد. آقای هاشمی روشن وزیر نشناختید هنوز هاشمی رو. آقای هاشمی رفسنجانی اگر بخواد رو کار بیاد من بمیرم و زمان ایشان رو نبینم. البته اینجوری هم نیست که کوسه فقط بخوره و دم بر نیاره. این ملیجک خمینی که کلی واحد دجالگری و مارمولک بازی پیش امامش پاس کرده میگه چی؟ شیب؟ بام؟ تحریف؟ من؟ بابا این خامنه و جماعتشن که تو ماجرای زهرخوری شاسی امام رو کج کردن و آنتنشو منحرف کردن. مغرضانی هستند، آدمایی که برای هر چیز کارشکنی میکنن، با اونها درگیر میشن. همینطور که الان میبینید بعد از 8 سال دولتی که این همه خرابی به بار آورد و کسانی که او رو تا حد یک قدیس بالا میبردند، همونها الان به جان این دولت افتادن، دلواپسی ها نشون میدن. تا سفر مذاکره کننده ها شروع میشه اونها میگن ما داریم میلرزیم میترسیم. من میدونم چرا میترسن موفق بشن اینا و اعتبار سیاسیشون بالا بره، میدان کار از اونها گرفته بشه. این ترس واقعیشون اونجاست، نه ترس این است که خطری برای چه خطری پیش میاد. خلاصه اینکه قصه اختلاف این دوتا شاخ عمامه‌دار نظام به جایی رسیده که تو شرایط فعلی زهرخوری یکی باید اون یکی رو پیداش کنه. یعنی اگه قراره که چیزی از این مذاکرات عایدشون بشه باید کلش تو جیب عبای یکیشون بره. یک نمونه از این پروسه فید کردن تو همین روزه‌ای بود که سر هسته‌ای عظما چند وقت پیش خوند. دوربین های تیوی ریش تو این برنامه هرچی چشم چرخوندن همه رو پیدا کردن الا رفسنجانی. اونجایی که باید همیشه رفسنجانی کنار روحانی می نشست این دفعه یکی دیگه نشسته بود. حالا عظما همه این جونورها رو جمع کرده بود که چی بگه؟ یک تاریخچه کوتاه من از این مذاکرات عرض بکنم. متقاضی این مذاکرات آمریکایی ها بودن. مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته، از او خواهش کرده و گفته که ما می‌خواهیم مسئله هسته‌ای رو با ایران حل و فصل کنیم و تحریم‌ها رو هم می‌خواهیم برداریم. مذاکرات اینجوری شروع شد. بله، همه حرفش تو همون کلمه با منه. یعنی میگه مذاکره با من شروع شد، با من هم باید تموم بشه. تمام بکوبشون هم به هم دیگه تو این دوران واسه خاطر همین داستانه. اما حرف آخر ما اینه که چه نتیجه مذاکرات به خواست این جناح باشه یا اون جناح، این نظام رو از گرفتاری نجات نخواهد داد. شبتون خوش. گرفتار